این آبی که روان است و شما میبینید آبی نوشاکی است و طول چندین روز هاست که روان است و چی طوری از نوار برمیآید باعث خراب گردیدن راه ماشین گذر گردیده ایستاده است. خود مشاهده نمایید که آب تا مسافه 200 متر در راه ماشین گذر یعنی راه اسفالت پوش روان است. بجز از این در این هوای سرد راه آدم گذر نیز یخ بسته و بروی پیاده‌گردان مشکلی به بار آورده است. پرسان میشوید اینجا کجا است؟ این کوچه لایق شیرالی روبروی افتادرام شهری پنجکند است. این در حالی است که با پیشنهاد اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشوای ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان برای اعلان نمودن صلح 2018-2028 را همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار سنه 21 دکبر سال 2016 مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه داخلدار را قبول کرده صلح 2018-2028 را همچون 10 ساله بین المللی عمل آب برای رشد استوار اعلان نمود. قابل ذکر است که تشبوس مذکور باری اول از جانب سروری دولت ماه اپریل سال 2015 ضمن فروم جهانی آب در شهر تگوی جمهوری کره ارائه گردیده بود. هدف از اعلان صلح آبی تازه یا 10 ساله بین المللی آب برای رشد استوار این ذخیره و تامین اهالی تاجیکستان و جهان با آب تازه می باشد. ولی خود این نوارها رو ببینید و بهاگذاری نمایید که شخصان مسئول تا به کجا به وظیفه خود عمل نموده ایستادند. این هم در حالی است که روزهای اخیر شکایت ساکنان در سامانه‌های اجتماعی از نارسایی نیروی برق و آب نوشاکی زیاد به مشاهده می رسد. این آبی روانی که باعث خرابی راه و مشکل برای راهروی پیاده‌گردان است شاید چند عائله را با آب نوشاکی تامین می سازد که آن هم نه چندان دورتر از کارخانه دولتی فرعی آب تامین کنی و کانالیزاسی شهر پنجکند جایگیر است. امید به آن داریم که این موضوع از نظر مسئولین دور نمیماند و در نزدیکترین فرصت این کمبودی حل خود را می‌یابد.